یه پاس میده به آبی دیگه و آبی اینجا میافته و اینجا شماره سفید یک دونه کارت داوری کارت قرمز بهش میده و پشمای این سفید میپیچه اینجا. خب اینجا سرخی زدن شوت میزنه و نمیتونه اینجا دروازه‌بان میگیره. واو پشماش ریخت و اینجا یه شوت دیگه میزنه قرمز نمیتونه و یکی دیگه. واو اینجا چه حرکاتی زد این دروازه‌بان. اینجا یه پاس گل قشنگ میده و اینجا سفید بوده میکنه، یه حرکت میزنه با سر و یه دونه. واو چه حرکتی زد و یه دونه اینجا آبی میزنه و نمیشه و اینجا قرمز میزنه به پای سفید فکر مونه اینجا پاش ولی الکی داره میکنه و اینجا پاس سفید میزنه و تو دروازه سولاخ میکنه با خود دروازه‌بان. خب اینجا یه حرکت خطری و اینجا احتمالاً داره همینجا قل میخوره ولی احتمالاً این دروغه دیگه. خب اینجا وقتی گل میشه این بازیکن بلند میشه، یعنی الکی داشته عدو در میاد و اینجا خیلی خوشحال میکنه و اینجا اینجا پاس میده سفید میافته و اینجا چل میشه نمیده چی بشه و اینجا یه حرکت زد. واو در بدن یارو پشماش ریخته بود که چجوری توپو گرفته و هیکل خود نشون میده. اینجا آبی پاس میده و اینجا چه حرکتی میزنه دروازه‌بان و حرکت بسیار جالبی و باحالی. خب اینجا واو پسره که پشمورش عجب بدنی داره این داشمون. واو خب اینجا آبی پاس میده و یه حرکت میزنه. واو دروازه‌بان با توپ میره تو دروازه‌بان سولاخ میکنه با خود دروازه‌بان پشماتو میریزه. واو خب اینجا سفید پاس میده و بغلی. واو اینجا دوتاشون زخمی میشه ولی بازی همچنان ادامه داره. داور با دقت نگاه میکنه که چی به چی هستش ولی اینا احتمالاً داره الکی میکنه. واو سر بلند میشه دیگه، ضرب پاس میده، یه شوت خرکی میزنه به جلو دروازه و همه مردم جمع میشن تشویقشون میکنن به خاطر یه گل قشنگ از طرف این داشمون. خب اینجا سفید پاس میده به سفید چه حرکت میزنه، چه پشتک میزنه این هر سفیده. واو داور کله کجله خود میخوره و چی دست کنده دروازه‌بان یه شوت خفن میزنه با دست. واو و میره تو دروازه احتمالاً. واو اینجا داشمون میزنه سفید یه حرکت از سفید و میزنه بیرون میره کورنل میشه و اینجا میزنه. واو اینجا شماره قرمز یعنی دروازه‌بان چی حرکاتی تو پای رو میگیره و پشماتون بریزه باید و این اعصابشو خورد میشه. این دروازه‌بانی ازش و اینجا برای این برف شده در زمان برف و این توپ محکم میزنه ولی نمیره تو دروازه. سری سفید میاد جلو توپو میگیره تو دروازه نره و اینجا آبی پاس میده میره بیرون کورنر و سری پاس میده به سفید یه پاس قشنگ میده به سفید تو دروازه‌بان سولاخ میکنه و داور اینجا خوشحال میشه بغلش میکنه بوسش میکنه و اینجا یه حرکت از سانت کنه تو دروازه‌بان سولاخ میشه و مردم تشویقش میکنن. ناکنید یه حرکت خفنی از این پلیر سفید آبی پوش و اینجا داور داره میره اضافه داور سفید قرمز چه بودو میکنه قرمز. واو قرمز میده پاس و یه شوت خفن آبی واو چه حرکتی گرفت این دروازه، چه حرکتی کرد، چه حرکتی زد این. واو چه حرکتی زد به تیرک دروازه و هم دیگه معذرت خواهی کردن این دوتا. آبی یه حرکت خفن میزنه. واو این سبز میزنه به کلش با دست و این یارو ملاق میخوره. ناکن چه حرکت زد. واو اینجا بعد جور ضربه خورد از این داشمون و پاشم بله کرد. اینجا مشکی میزنه یه شوت خفن میزنه سانت کن به مشکی دیگه باید نگاه کنید چه حرکتی داشمون میزنه. مشکی میره و اینجا قرمز آبی تو دروازه سولاخ میشه. اینجا آبی میزنه تو دروازه. واو دروازه سولاخ کرد. اینجا مسی تو دروازه. مسی چه حرکت قشنگ میزنه با پاش چی تو دروازه میشه. واو پشمای همه میریزن که مسی چی میکنه و این مسی حرکت دیگه. واو دروازه‌بان میپره ولی نتونه پشماش ریخت که توپو نتونسته بگیره و اینجا چه حرکتی میکنه این بازیکن داره پارکور میزنن با هم دیگه و همتون نگاه کنید چه پارکور خفنی میزنن با هم دیگه. واو چه حرکتی. اینجا مسی و میزنه یه شوت پای قشنگ میزنه تو دروازه و همه خوشحالی میکنن. مسی هم پشماش ریخته چه توپو چجوری زده تو دروازه با مسی آفرین مسی چی میزنه تو دروازه و دروازه‌بان پاره میکنه
و همه خوشحالی میکنن. اینجا سفید میزنه و یه اوه تو بازی میکنه با تیرک. فقط نگاه کنید بچه‌ها چه حرکتی میزنه این داشموند. واو اینجا اصلا پشموش چه گل نشد این چرا گل نشد بابا، برگشت تو توپ. و اینجا سرخ میزنه به سرخ میگه وای چه اشتباهی شد که گل نشد. اینجا آبی یه حرکت کله و دوباره کله توی دروازه میره. وای چه حرکت پشم روزی نمیزه این سیاه‌پوست، پشماتون بریزه. وای البته خدا نشون میده. اینجا مشکی میره جلو و احتمالاً آفساید بشه و اینجا منتظر میمونه یه دونه سانت تو دروازه و یه دونه مشکی میزنه و تو دروازه. وای و همه اینو تشبیه میکنه این دروازه بانشونو. دروازه اصلا پشماشون میریزه. دروازه چجوری تو دروازه کرد و اینجا همه مربی‌ها خوشحالی میکنن با هم دیگه. این دروازه بان به شدت خوشحالی داره میترکه و اینجا یه بنفشو میزنه تو دروازه میره. وای این تو گیج چی پاس این به پاس به یه البته پشت پا میزنه به دروازه و دروازه من میره تو دروازه. این توپ چی قشنگ میره تو دروازه. اینجا قرمز میره جلو و توپ نمیتونه بگیره دروازه‌بان. یه میزنه و تیرک دروازه‌بان میگیره. اینجا خیلی راحت یه نه حرکت قشنگی رو دگاه میده و این بازی کن. اینجا یه حرکت سفید آبی میزنه دروازه‌بان و اینجا داشمون و پاش دیز میخوره به توپ و نمیتونه. اینجا پشماش میریزه که چرا تو دروازه نرفته. من چیکار کردم؟ نگاه کنید اصلا کار اشتباهی من بود و یارو زد رفت بیرون. اینجا حرکت از آبی میزنه تو دروازه و اینجا رونالدو چی 2 متری میپره. این داشمون رونالدو چی 2 متری پرید و اینجا قرمز چی بودو میکنه با 4 دست و پا رو میره و یه حرکت ناکنی چی 4 دست و پای رو میره. این داشمون اصلا باور نکردنی هستش. اینجوری بهش میگن فوتبالیست. اینجا آبی میزنه و گل تو دروازه میره و اینجا آبی خوشحالی میکنن و مربی رو نزدیک پاره کنن و همه بازی تموم میشه و سفید پوشا ناراحت میشن که چرا گل خورده. اینجا یه حرکت مشکی میزنه و تو دروازه میره. وای اینجا بازی سری شروع میکنه و عقب برمیگرده و اینجا یه حرکت قشنگ از داداش